سلام به همگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدم با درست کردن یک کیک خوشمزه، کیک کدو حلوایی که هر چقدر از خوشمزگیش بگم کم گفتم. برای درست کردن این کیک خوشمزه نیاز داریم به 6 عدد تخم مرغ، 2 لیوان شکر، 1 لیوان روغن، وانیل، بیکینگ پودر، پوره کدو حلوایی، پودر هل و گردو. ابتدا تخم مرغامونو با شکر و وانیل خوب هم میزنیم. وقتی حجمش 2 برابر شد روغن رو اضافه میکنیم. بعد شیرمونو که به دمای محیط رسیده اضافه میکنیم. حالا نوبت پودر هله. 1 قاشق چایخوری پودر هل میریزیم، به آرومی هم میزنیم. بعد پوره کدو حلواییمون رو اضافه میکنیم، به آرومی هم میزنیم. حالا آرد الک شده و بیکینگ پودرمون رو که از قبل 3 بار الک شده رو به آرومی به مواد اضافه میکنیم و آروم آروم هم میزنیم. یادتون نره حتما دورگیری رو انجام بدید که کیکتون بوی زخم تخم مرغ نده. حالا نوبت گردوی خورد شدمونه که به موادمون اضافه میکنیم، به آرومی هم میزنیم. قالبمونو که از قبل چربش کردیم و کاغذ روغنی انداختیم، مواد کیک رو بهش اضافه میکنیم و داخل فرمون که از قبل گرمش کردیم انتقال میدیم. واقعا هر چقدر از طعم این کیک بگم کم گفتم. بوی عطرش توی خونه پیچیده. اینم از بافت کیک خوشمزمون. امیدوارم که درست کنید و از عطر و طعمش لذت ببرید.